به نام خدا، رازهای قلب او را آشکار می کنم. نیت کن و با دقت ببین. درود، لابلی های نازنینم، همراهان همیشگی دوست داشتنی و پرمهر کانال خودتون لابلی تاروت. امیدوارم هر جا که هستین عالی باشین و همه چیز بر وفق مرادتون باشه. با یه انرژی خانیه ویژه و منحصر به فرد و پر انرژی دیگه در خدمتتون هستم. مثل همیشه میتونید روی مسئله‌ای که تاپیک این ریدینگ هستش نیت داشته باشین. بریم ببینیم که چه خبر. میخوایم از احساسات قلبی طرف مقابلتون بپرسیم و هر آنچه که حالا در میاد رو بهتون توضیح بدم. روی این مسئله نیت داشته باشین. فرقی هم نمیکنه این شخص کراشتون باشه، پارتنرتون باشه، همسرتون باشه، دوست پسر، دوست دختر، نامزد، هر کسی میتونین روش نیت کنین. بریم ببینیم که چه خبره. خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت تمامی عزیزانی که به تازگی به این کانال پیوستن. امیدوارم از ویدیوهایی که به صورت روزانه هر روز به صورت رایگان در اختیارتون قرار میگیره نهایت استفاده رو ببرین و حتما انرژی بفرستین و اگر سابسکرایب ندارین سابسکرایب کنین. خب بریم که نیت داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار هستی بخش. نیت میکنم انرژی های خودم را با انرژی های الهی، انرژی های عظیم جهان هستی، انرژی های کائنات و فرشتگان یکی و همسو میکنم. خدایا سپاس، ای کائنات، ای فرشتگان سپاس که جواب سوال های ذهنی تمامی کسانی که این انرژی خنی رو میبینن به بهترین، زیباترین و شفافترین شکل ممکن میدین و این اشخاص رو آگاه میکنین تا به آرامش ذهنی، قلبی، جسمی و روحی برسن و این انرژی خنی برای تک تکشون سرشار باشه از معجزه، برکت، شفا و اتفاقات مثبت و عالی. خدایا سپاس سپاس سپاس. همونجوری که حالا دوستانی که از اول با ما بودن اطلاع دارن اینکه همه انرژی خانی های این کانال بدون زمان و بدون جنسیت هستش. یعنی فرقی نمیکنه هر یک از این ویدیوها، حالا ویدیو میخواد مال 6 ماه پیش باشه، مال دیروز باشه، فرقی نمیکنه. هر زمان که سر راه شما قرار بگیره یعنی که برای شما پیامی داشته. پس حتما تا آخر همراه باشین تا بتونین پیام یا پیام‌های خودتون رو دریافت بکنین و برداشت داشته باشین. و اینکه بدون جنسیت هستش یعنی چه آقا باشین چه خانوم، در هر صورت براتون میتونه صدق کنه. خب بریم ببینیم احساسات طرف مقابلتون. از احساساتش بپرسیم ببینیم چه انرژی هایی در میاد. چقدر این دک زیباست واقعا. همه دک ها واقعا انرژی خاص و قشنگی دارن. حالا من بعضی کارت ها رو جلو تصویر میگیرم حالا تا اونجا که مشخص بشه، نمیدونم چقدر، اما شما هم ببینید. دو تا دیگه کارت بکشم. خب با این دک هم کارت بکشیم احساساتش برامون آشکار بشه، احساسات مخفیشو آشکار کنیم براتون، ببینیم چی میخواد بگه.
این شخص هر کسی که هست داره نشون میده حسش به شما مثبته. حسش به شما حس عشق برای بیشتریاتون دارم میبینم. اون حس عاشقانه رو به شما داره. اون حس دوست داشتن عمیق قلبی رو داره. این نیستش که بخوام بگم حسش برای بیشتریاتون البته حسش یه حس مثبته یا حس معمولیه یا حس خاصی نداره. نه، دقیقا ببینید اینجا هم کینگ آف واتر رو به ما داده هم کوین آف واتر. یعنی چی؟ یعنی که دقیقا هم ملکه جام رو به ما داده هم شاه جام. این دو ملکه و شاهی هستن که از احساسات صحبت میکنن. میتونست ملکه چوب دست بیاد، میتونست ملکه شمشیر بیاد، میتونست شاه سکه بیاد، اما چرا کاپس اومده؟ این نشان دهنده ای که هر دو طرف، یعنی چه کراش باشین چه اکستونه نمیدونم هر چیزی، این شخص هر کسی که هست داره نشون میده هر دو طرف نسبت به هم احساس دارن، نسبت به هم حس دارن، علاقه دارن، کشش دارن و یه جورایی جذب همدیگه شدن، یه جورایی عاشق همدیگه شدن و از این عشق نمیتونن بگذرن. یه همچین حالتی دقیقاً داره نشون میده و من دارم میبینم چقدر این کارت ها پریهای زیبایی توش نقش بستن. ببینید نمیدونم قشنگ مشخصه یا نه. آره الان قشنگ مشخصه، چقدر زیبا. و دقیقا داره از این مسئله صحبت میکنه، از احساسات پررنگ و عاشقانه‌ای که حالا این شخص به شما داره و شما متقابلا به این شخص دارین. کارت اولی که در اومده داره میگه که کارت اویکنینگ هستش از آرکانجل گابریل بزرگوار و داره میگه انگار که یه بیداری، یه آگاهی قراره توی این رابطه، حالا اگر رابطه هست یا هر چیزی که هست بیاد. انگار شما قراره بیدارتر بشین، شخص مقابلتون قراره بیدارتر بشه، نسبت به یه سری مسائل آگاهتر بشین هر دو طرف. ببینید کارتی که در اومده رو چقدر زیباست واقعا. نمیدونم حالا قشنگ مشخصه یا نه، اما ببینید دقیقا داره از یه بیداری صحبت میکنه، از یه به آگاهی رسیدن صحبت میکنه و این میتونه یه سری اخبار هم باشه، یه سری اخبار خوب. شاید ممکنه برای خیلیاتون این مسئله رو بگه این کارت که اخبار خوبی قراره از سمت این شخص دریافت بکنید. اخباری که ببینید کارت زیرش چی در اومده، کارت The Wheel of Fortune. اخباری که یه سری موقعیت و شرایط مثبت رو براتون رقم میزنه. انگار که اخباریه که باعث تغییر انگار زندگیتون میشه، باعث میشه چرخه زندگیتون به سمت و سوی مثبت تری بچرخه و این اخبار خوبیه. میتونه این اخبار از سمت خود این شخص باشه که روش نیت کردین و این باعث چرخش یه چرخه مثبت تو زندگیتون بشه برای خیلیاتون و حتی باعث خوشحالی بشه، باعث بشه که یه دوره، ببینید دقیقا کارت فور آف ایر داره میگه یه دوره‌ای که خیلی ممکنه که حس و حال خوبی نداشتی، رمق نداشتی، انرژی خوبی نداشتی، مثبت نبودی و حتی دچار افسردگی بودی، دچار ناراحتی بودی. این دوره داره برات جایگزین میشه با دوره‌ای که شادی، خوشحالی. ببینید کارت تری آف واتر دقیقا داره از شادی و خوشحالی صحبت میکنه. حالا ممکنه که این قدمی
بخواد برداره سمت شما و این شما رو خوشحال کنه، یا نسبت به رابطتون، حالا هر چیزی که شما رو خوشحال میکنه داره میگه رو 3 وعده اتفاق میفته. انگار که خبری بهتون میرسه که شما رو قرار خوشحال بکنه. پس تا اینجا فهمیدیم حسیاتش به شما مثبته و حتی میخواد قدم احساسی رو به سمت شما برداره و شما از این قدم، از این اخبار، از این خبری که از سمت این شخص بهتون میرسه قرار خوشحال بشین و این شخص قراره بیاد ابراز عشق و احساسات بکنه برای خیلیاتون به شما و حتی برای درصدی داره نشون میده تو فکر اینه که خواستگاری بکنه. دقیقا تو فکر این هستش که یه پلن بریزه، یه برنامه ریزی داشته باشه و این اتفاق رو رقم بزنه. درسته در حال حاضر برای بعضیاتون داره نشون میده تحت فشاره. ببینید این انرژی خیلی چند روزه داره تکرار میشه این هفته. دیروز هم حتی فال کراش گرفتیم، یه همچنین مسئله‌ای پررنگ بود. ممکنه توی مسائلی این شخص یکم تحت فشار باشه، اما این باعث نمیشه که به شما فکر نکنه. چیزی که دارم میبینم به شدت داره به شما فکر میکنه و داره برای آینده با شما برنامه ریزی میکنه. درسته یه سری تردیدها داره. ببینید دقیقاً فالی که دیروز برای کراشامون گرفتیم دقیقاً این انرژی ها بود. هم کارت تو آف ایر از تردید و شک و دودلی صحبت میکنه. کارت تن آف فایر هم از فشار و سختی که مشکلاتی که باش فعلا داره دست و پنجه نرم میکنه تو زندگیش داره رو داره نشون میده. یعنی دقیقاً این انرژی ها دیروز هم در اومد. حالا میگم همه انرژی خانی های ما برای هر جور وضعیت رابطه‌ای یا حتی کراش ها صدق میکنه اینها. این انرژی ها دوباره اینجا تکرار شده و داره میگه که درسته یه سری تردیدها داره، انگار که مطمئن نیست از قدمی که میخواد برداره و احساس میکنه فعلا تو فشار، تو سختیه و اول باید اون فشار رو از رو خودش برداره، سبکتر کنه، بعد بخواد حالا حرکت مثبتی رو به سمت شما داشته باشه. اما با این حال داره پلن میریزه، داره برنامه ریزی میکنه، داره نقشه میچینه که چطوری، کی، به چه صورت این فشارها رو کم کنه و بتونه به سمت شما حرکت مثبتی رو داشته باشه. و حتی این انرژی در اومده، انرژی دلتنگی در اومده. دقیقا دیروز با فال کراش هم این انرژی هم بود، انرژی دلتنگی. طرف مقابلتون چه کراشتونه، چه همسرتونه، چه پارتنرتونه، هر کسی داره میگه انرژی دلتنگیش خیلی بالاست و انگار که دوست داره شما دائم جلو چشمش باشین، دائم شما رو ببینه، در دیدرسش باشین. انگار که یه ساعت از شما دور میشه فوراً دلتنگ میشه، یا در حال حاضر این انرژی رو داره، مثلا کات شدین و خیلی وقت شما رو ندیده. این انرژی دلتنگی و بیقراری دقیقاً از حسیات امروز این شخص هست و چیزی که دارم میبینم دنبال اینه که این فشار رو کم کنه که یه معجزه رو با شما رقم بزنه. دقیقاً کارتی که در اومده، کارت The Star، داره از معجزه صحبت میکنه و از این که میخواد یه معجزه رو رقم بزنه و اینکه این کارت داره میگه شما رو شخصیت خاص میبینه این آدم. شما به چشم این شخص خیلی خاص و ویژه هستین، منحصر به فرد هستین. انگار که وقتی شما رو دیده دیگه کسی به چشمش نمیاد، اصلا نمیتونه نسبت به کس دیگه حس خاصی دیگه داشته باشه، چون دقیقا شما خیلی چشمش رو گرفتین. و از حسیات امروزش دقیقا من این انرژی رو گرفتم که حس این آدم
برابر حس شماست. یعنی چی؟ یعنی که همون قدری که شما این آدم رو میخواین و دوستش دارین، این آدم هم تو دلش شما رو میخواد و شما رو دوست داره. یه کشش دو طرفه دارم میبینم و این از حسیات امروزش که براتون کاملا آشکار کردم و قصد حرکت داره براش برنامه‌ریزی میکنه، اما بعد از اینکه یه ذره این فشارها و مشکلاتش کمتر بشه. خب این با دک بعدی، با این دک ببینیم که چه پیام هایی در اومده برای شما. اولین کارتی که از این دک در اومده داره میگه نمیدونم آیا تو بدون من خوشحال هستی یا نه. چون خودش داره نشون میده این انرژی برداشت میشه از این کارت که خودش بدون شما خوشحال نیست و کنجکاوه بدونه شما بدون این آدم چطوری هستین. حالا این قسمت برای روابط کات شده و سرد بیشتر صدق میکنه و خیلی دوست داره که متوجه این بشه که مثلا شما هم در نبود این شخص احساس ناراحتی دارین. این حس انگار که حال خوبی بهش میده. دوست داره که شما هم از دوری این شخص خوشحال نباشین و دوست داشته باشین به هم برگردین، حالا مثلا اگر کات هستین. و کارت بعدی داره میگه که من شروع به درک ارتباطمون کردم. یعنی اگر تا به الان درکی از رابطه نداشته، درکی از شما نداشته، درکی از طرف مقابلش نداشته، حالا به هر صورتی شما رو درک نکرده، رابطه رو درک نکرده، انگار که به مرحله‌ای رسیده که دیگه خیلی چیزا براش روشن شده، آشکار شده، میفهمه خیلی چیزا رو. و دقیقاً این کارت انرژی کارت اویکنینگ با دک قبلی رو به من القا کرد. اون کارت هم از یه بیداری صحبت میکرد، از یه به آگاهی رسیدن، به یه معرفت و درک بالاتری رسیدن صحبت میکرد، علاوه بر معنی دومش که اخبار خوب بود. اینجا هم این موضوع رو داره دوباره تاکید میکنه و میگه که من دارم به یه درک و آگاهی بالاتر نسبت به تو، نسبت به خودم، نسبت به رابطمون میرسم و این خیلی میتونه موضوع مثبتی باشه برای روابط. و کارت بعدی داره میگه که بی قید و شرط، خودتون بخونین، بی قید و شرط دوستت دارم. پس این آدم حس و حالش، علاقش، همه چیش به شما فوق‌العاده زیاد و عالیه. و کارت بعدی داره میگه من میترسم با تو تماس بگیرم. ببینید چقدر زیبا این چند روز داره این انرژی ها تکرار میشه. دقیقاً دیروزم که فالک کراش گرفتیم از یه احساس ترسی برای اقدام صحبت کرد اگر یادتون باشه. اینجا هم داره میگه من میترسم با تو تماس بگیرم. پس فرقی نمیکنه شما چه کراشین، چه تو رابطه این، چه کات شده این آدم میترسه به سمت شما حرکت کنه، تماس بگیره، پیام بده یا حرکتی بکنه و اینجا دوباره داره خودنمایی میکنه و نشان دهنده تأکیده. و دقیقاً با کارت بعدی داره میگه من در دسترس نیستم فعلا، گرفتارم و نمیتونی با من در ارتباط باشی. خب گفتم بهتون گرفتاره، زیر فشار، تحت فشار، مشکلات داره. اینجا هم دوباره این رو داره چقدر زیبا تاکید میکنه، چقدر هماهنگ انرژی ها با هم در میاد. واقعا شگفت انگیز و زیباست. کارت بعدی دارم میگه حس میکنم تو منو پشت سر گذاشتی. حالا بعضیاتون ممکنه این حس رو به این آدم القا کرده باشین که این همچین برداشتی رو کرده. یعنی مثلا با هم رابطتون کاته، بعد شما تو خیابون این شخص رو میبینید، بعد عاشقش هستینا، این شخص هم عاشق شماست، ولی شما یه جوری رفتار میکنین که انگار که هیچ حسی بهش ندارین.
انگار که اصلا براتون مهم نیست. اون حس خودتون رو پنهان میکنین از این شخص و این حس به شخص مقابلتون القا میشه با این رفتارتون که هیچ حسی بهش ندارین و حس میکنه که شما دیگه نمیخواینش و پشت سر گذاشتینش و حتی شاید با کس دیگه ای توی رابطه رفتین. دقیقا این کارت به این موضوع اشاره داره و داره میگه حس میکنم تو منو پشت سر گذاشتی. و کارت بعدی داره میگه امیدوارم روزی بتونی منو ببخشی. ببینید این شخص داره میگه امید دارم، امید به آینده دارم، امید به این دارم که تو بیای سمتم، تو بیای طرفم. برای خیلیاشون خودشون حرکتی ممکنه نکنن و چشم انتظار قدم از سمت شما باشن. این نیستش که بگن همشون تو فکر اقدام به سمت شما هستن، نه، بعضیاشون هم تو فکر این هستن که دوست دارن شما حرکتی بکنین، شما اقدامی بکنین و با این کارتون این احساس رو بهشون میدین انگار که مثلا بخشیدینشون. حالا اگر کار بدی کردن، اتفاق بدی بینتون افتاده، احساس میکنن وقتی شما برین طرفشون یعنی بخشیدینشون. به خاطر همین اینجا داره میگه امیدوارم که روزی بتونی منو ببخشی و این بخشش باعث یه اتفاق مثبت توی ارتباط ما بشه. کارت بعدی داره میگه من تو رو حس میکنم هرچند که از هم جدا هستیم و دیگه با هم دوست نیستیم. خب این کاملا مشخصه چی داره میگه. هرچند که رابطتون ممکنه که سرد باشه، کات شده باشه یا هر مسئله دیگه از هم فاصله مکانی داشته باشین، دور باشین به هر دلیلی، داره میگه من حتی از این فاصله هم تو رو حس میکنم و تو یه جورایی تو طول روزی که من میگذرونم حست با منه، با اینکه خودت نیستی اما حست با منه. یه همچین انرژی زیبایی هم در اومده و کارت بعدی داره میگه من میخواهم به شما بگویم که چه احساسی دارم. پس این کارت دقیقاً داره از قدم برداشتنش سمت شما صحبت میکنه. حتی اگر یه دوره منتظر بمونه که شما به سمتش برین، در نتیجه در نهایت این تصمیم رو میگیره که بیاد و احساساتش رو به شما بروز بگه و این دقیقا داره به این موضوع اشاره میکنه. میگه من میخوام به شما بگم که چه احساسی دارم. پس قصدش این هستش که بیاد طرف شما و بازگشت به همدیگه داشته باشین. حالا اگر رابطتون کارت هستش، بازگشت به سمت همدیگه دارین. پس با این کارت دقیقا داره این رو میگه. و حالا اگر موضوع کراشه، باز این داره میگه که میاد ابراز احساسات میکنه، میاد قدم برمیداره. و کارت بعدی داره میگه نتونستم اجازه بدم به من نزدیک بشی. خب این موضوع هم بخوام براتون باز کنم میتونه دلایل خیلی مختلفی داشته باشه. یکی از دلایلش همون فشارهای زندگیش میتونه باشه و دلایل مختلف دیگه ای. روی این مسئله من دوباره کارت میکشم براتون که مسئله بازتر بشه، ببینیم چرا نتونسته اجازه بده شما بهش نزدیک بشین. چون ممکنه برای درصدی هم این انرژی وجود داشته باشه، مثلا شما رفتین سمت طرف مقابل اما طرف مقابل راه نداده بهتون و سرسنگین رفتار کرده، مغرورانه رفتار کرده و شما با اینکه میدونین طرف مقابلتون مثلا دوستتون داره اما گیج شدین. این چرا اینجوری رفتار میکنه با من؟ این چرا با من سرد رفتار میکنه؟ این چرا راه نمیده؟ خب این براتون مبهم بوده. احتمال داره که برای درصدی همچین چیزی اتفاق افتاده. یادم باشه روی این مسئله براتون کارت بکشم که روشن بشه که به خاطر چی بوده.
اما کارت بعدی داره میگه وقتی مردم از شما نام میبرند واکنشی نشان نمیدهم. پس پیش دیگران این آدم سعی میکنه که احساساتش رو نشون نده که به شما حس داره، مثلا مخفی میکنه، بیشتر سعی میکنه کسی نفهمه چیزی در مورد شما، در مورد رابطش با شما. و یک کارت هم از رو بردارم به عنوان کارت آخر. داره میگه من شکرگزار درس‌های روحی و معنوی هستم که دریافت میکنم. هر کسی در زندگی خودش یک سری درس‌های روحی و معنوی رو داره که در حال پاس کردن اونها هستش. من بابت اونا شکرگزار و قدردانم. خب ممکنه با شما یه سری درس‌های روحی داشتین، با همدیگه قراردادهای روحی داشتین که شما باید تو مسیر این آدم قرار می‌گرفتین، یه سری اتفاقات میافتاده که یه سری درس‌ها رو بگیرین، حالا جفت طرف، این شخص، و باید این درس پاس می‌شده تا به لول بالاتری برین، تا رشد کنین، تا روحتون بزرگتر بشه. و این داره از این مسئله صحبت میکنه، میگه این که ما سر راه هم دیگه قرار گرفتیم بی خود و بی جهت نبوده، ما درس هایی داریم که باید اینها رو به بهترین شکل پاس کنیم و من شکرگزار این مسئله هستم. خب اینم پیام زیبایی بود. بذاریم ببینم که این مسئله که گفت نتونستم اجازه بدم به من نزدیک بشی چرا نتونسته اجازه بده که شما بهش نزدیک بشی. لطفاً به ما بگو که چرا نتونستی اجازه بدی که این آدم بهت نزدیک بشه. بله، برای بعضیشون داره مسائل مالی کاری رو نشون میده، برای بعضیاشون داره قلب شکستشون رو نشون میده. حالا این قلب شکسته ممکنه باعث و بانی شما بودین، حالا بستگی داره تو رابطه با این شخص بودین یا کراشه یا چیز، فرق میکنه. اگر توی رابطه با این شخص بودین، انگار که کات شدین، انگار که این آدم قلبش از شما شکسته و این یه ذره باعث ناراحتی شده و باعث شده که یه دوره بخواد که تنها باشه، بخواد که یه دوره خودش رو عقب بکشه. احساس میکنم که این انرژی رو یعنی دریافت کردم که این شخص به این دلیل ممکنه برای خیلیاتون راه نداده باشه به شما. انگار که شما جوری رفتار کردین که این آدم دلخور شده از شما، قلبش شکسته، ناراحت شده و احساس کرده که یه دوره رو باید عقب وایسته تا این دلخوریه یکم آرومتر بشه، با خودش به یه حالت تصمیم برسه یا آرامشی برسه، بعد بخواد حالا اجازه بده شما بهش نزدیک بشید. برای بعضیتون هم درگیری ها و مشکلات مالی و کاری رو داره نشون میده که حالا زندگیش دچار مشکلاتی هست، به این دلیل داره رو مسیر زندگی خودش فوکوس میکنه، تمرکز میکنه، برنامه‌ریزی میکنه و درگیر این مسائل بوده که اجازه نتونسته بده به شما که بهش نزدیک بشین. و ولی درصدی هم باز داره اینجا غرورش رو نشون میده، یعنی انگار که غرورش جریحه دار شده، انگار که پا رو غرورش گذاشتین و این آدم از این موضوع ناراحت شده، دلخور شده و این غرورش باعث شده که اجازه نده. حالا اگر شما میخواستین بهش نزدیک بشین این اجازه رو نده، فعلا دور وایسته. دقیقا مسئله غرور رو هم داره نشون میده. پس دلایلش برای بیشتریاتون اینها بود که گفتم. انگار که دنبال یه سری موفقیت ها هم هست
که به دست بیاره، مخصوصا از لحاظ مالی، بعد مثلا حالا اجازه بده شما بهش نزدیک بشین. این تا این موفقیت حاصل نشده انگار که نمیخواد حالا این اتفاق بیفته در حال حاضر، یا نخواسته که این اتفاق بیفته، یا همچین چیزی هم نشون داد. انرژی خیلی جذابی بود، خیلی لذت بردم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. اگر ویدیوهایی روی صفحه رو ندیدین حتما کلیک کنین و ببینین. عشق و نور جاری باشه در زندگیاتون.